با خود گوشواره بسیار مقبول داره، از زنجیرهای بسیار مقبول ساختای دبی است، عیارش 21 است و وزنش تقریبا 80 گرم میشه همراه گوشوارهش. البته 80 گرم به حساب دلار میشه، به حساب افغانی میشه 6 لک و 8 هزار افغانی و به حساب دلار میشه 9100 دلار. 9100 دلار. بله. ولی دوستان میبینین نه بسیار بزرگ است و نه کوچک است، متوسط است. سیتای دیزاین متوسط بسیار است مقبول که از این سیتا داره. با زیاد فروش هم داریم، نظر به خردای نظر به سیتای کلان یا بسیار وسط خوش است دیگه. میکنن. چون بله. متوسط است دیگه، قدر قیمت هم نیست، قدر بله، ارزان هم بله. نیست، به مو نظر به اقتصاد بسیار دیزاین مقبول هم داره. بله. نگفتن نمونه که پشت پر آمد. پشت پر است. بله. بله بسیار خوب. اینم برام معرفی کردم. سیت بعدی کدام است دیگه؟ سیت بعدی این دیزاینک است که هم دیگه شپکش بسیار مقبول است. بسیار عالی. یا هم دیگه سیتای متوسط است، نه زیاد کلان است نه زیاد خرد است. این فکر کنم وزن زیادتر در زنجیرشان میباشه. وزن زیادتر وزن زنجیر میگیره، بخاطر که زنجیر گرنگ میباشه. زنجیر باید محکم هم باشه نه؟ چون بله بسیار محکم است. بله. عیار از این سیت ماجده است، ساخت وطن خود ماست، وزنش 54 گرم است که به حساب افغانی میشه 3 لک 51 هزار و به حساب دلار میشه 5200 دلار. 5200 دلار. بله. بسیار عالی، بسیار زیبا. نظر به اینکه طلا به حساب قیمت هم شده ولی بازم نرخ‌های شما نسبت به دیگه جای فرق میکنه. بله ما گفتیم هر مشتری که اومده بیشتر شما شاهد هم میدین که مشتری آمد نظر به بازار برای 200 تخفیف داریم و او با دلار تخفیف میگیرن. این تو شاهد بدی که 100 دلار 100 دلار تخفیف داریم برش. دیگه بر مشتری ما که دکان ما میاین اول بازار رو وای کنن، خوب از بازار دل خود جمع کنن، نظر به بازار در گرام 200 نیم سر حتما مرد شدن ان شاء الله بدون شک. بله. با وجودی که مشتری پیشتر آمده بود برش تخفیف هم دادیم، هنوزم جگره داشته. بازم جگره داشته. بسیار خوب. سیت بعد